سلام بینندگان عزیز، نویدی بامدادی است از رادیو آزادی تقدیم شما و آغاز باز یک هفته نو برایتان به خیر و شادی باد. امیدوارم صحت و سلامتید و روزتان با برار میگذرد. امروز دوشنبه 11 می و ساعت به وقت پراگ رسا 7 صبح است. در چند دقیقه دیگر خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را برایتان میرسانم. بگاهی 10 می زمین لرزه شدید مرکزی تاجیکستان را تکان داد. مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفتند حادثه ساعت 17:52 رخ داده. مرکزش در 5 کیلومتری شهر دوشنبه در حدود شهر وحدت است. مقامات میگویند نیروی زلزله در مرکز آن به 4-5 درجه ریختر و در شهر دوشنبه به 4 درجه برابر بود، ولی بسیاری از ساکنان در شبکه‌های اجتماعی شدت زمین لرزه را در دوشنبه خیلی سخت تصویر کردند. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز یکشنبه گفت هنوز درباره خسارات و تلفات جانی زمین لرزه اخیر اطلاع نگرفتند. تاجیکستان در یکی از منطقه‌های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است. در گذشته بر اثر زلزله در گوشه‌های کشور چندین خانه ویران شده است. در حالی که ساکنان تاجیکستان با کووید 19 دست به گریبان هستند، مقامات بلندپایه کشور معرکه جمع آوری مبلغ به صندوق مبارزه با این بیماری همگیر را روی دست گرفتند. تقریبا همه قشرهای جامعه تاجیکستان از رئیس جمهور تا فراش و ملیسه با اختصاص قسم یا معاش یک ماهه خود به این صندوق وادار شدند. مقامات میگویند این کار داوطلبانه است، ولی برخی از ساکنان گفتند به یگان پرسش بخش از معاش آنها را بریدند، در حالی که به گفته آنها مقامات کشورهای دیگر در شرایط کرونا ویروس به مردم کمک میکنند. خبرگزاری آزیا پلوس با تکیه به منبعش در وزارت مالیه تاجیکستان خبر داد که تا 7 می در صورت حسابی ویژه مبارزه با کووید 19 در تاجیکستان حدود 5 میلیون سامانی معادل $500,000 پول وارد شده است. مقامات در مورد چگونه خرج شدن این مبلغ‌ها گزارش نمی‌دهند، ولی از مناطق تاجیکستان هنوز شکایت دختران از نارسایی لباس‌های محافظتی می‌رسد. همه روزه ستاد مبارزه با کووید 19 در تاجیکستان درباره گرفتاران و فوتیدگان معلومات می‌دهد، اما دیروز گزارش تازه این ستاد به امور نوین دسترسی رادیو آزادی نشده است. بنابر اطلاع آخرین که وزارت تندرستی تاجیکستان اعلان کرد، تعداد گرفتاران به کرونا ویروس نو تا روز 9 می به 612 نفر رسیده است. با گفته وزارت در عموم شماره فوتیدگان 20 نفر است. کشورهایی که از کرونا ویروس اذیت دیدند در قاره آسیا، اروپا و شمال امریکا برنامه‌های کاهش محدودیت و دوباره فعال نمودن اقتصاد را ارزیابی می‌کنند. تلاش بر این است که سبکی‌ها باعث دوباره اوج گرفتن کرونا ویروس و یا بیماری کووید 19 که از آن سرچشمه می‌گیرد نگردد. روز 9 می در کره جنوبی 2000 طرفخانه و مکانهای دلخوشی بسته شدند، زیرا سرایت کرونا ویروس دوباره اوج گرفت. در آلمان باشد شماره زیادی کارمندان یک کامبینات گوشت گرفتار کووید 19 شدند. در ایتالیا جمع‌شوی مردم در طرفخانه ها باعث نگرانی زیاد شد. در ایالات متحده آمریکا باشد 3 عضو ستاد مبارزه با کووید 19 در دستگاه پرزیدنت خود گرفتار این بیماری شده فعلا گوشه‌نشین می باشند. این زمان در سراسر دنیا بیش از 4 میلیون نفر گرفتار کووید 19 می باشند. از این میان بیش از 279 هزار نفر فوتیدند. هنرپیشه شناخته خیری نظرова که از او با عنوان جولیت تاجیک هم نام میبرند 10 می در سن 90 سالگی در دوشنبه درگذشت.
احمدشاه الفتشویف، هنرپیشه تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت خیری نظر و پس از یک هفته فوت دخترش مایه از دنیا گذشت. سبب اساسی مرگ او را نمیدونه، ولی با ما گفتن که هنرپیشه شناخته از بیماری قلب درگذشته است، افزود او. احمدشاه الفتشویف میگوید خیری نظر و استاد اکثر هنرمندان تئاتر است و در میان بازیگرانی که در شوروی سابق نقش جولیت را بازیدند بهترین بود. هنرپیشه خلقی تاجیکستان خیری نظر و سال 1929 تولد شده است. او در تئاتر خلقی قرغان تپه و تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی کار کرده است. ضمناً در شب و روز گذشته رسانه ها از فوت دو افسر بلندپایه نیز خبر می‌دهند. کریم کریمی، پروکورور ناحیه فیض‌آباد، از مریضی پنیمونیا و ارباب قادر جمهوروف، سردار یکی از شعبه های ریاست سازماندهی و سفربرکنی وزارت مدافعه تاجیکستان، از سکته قلب وفات کردند. به قول طبیبان کریمی یک هفته قبل گرفتار پنیمونیا شده در شفاخانه بستری بود و صبح 10 می از دنیا گذشته است. در پی فوت کریم کریمی شام 10 می خبری درگذشت ارباب قادر جمهوروف، سردار یکی از شعبه های ریاست سازماندهی و سفربرکنی فوری ستاد گنرالی وزارت دفاع تاجیکستان نیز رسید. به گفته سخنگوی وزارت مدافعه، جمهوروف بیش از یک هفته در شفاخانه نظامی وزارت با طبابت دل مشغول بود و 2 روز پیش از مرگش فارغ شده است. جمهوروی 55 ساله در خانه زیستش به گفته وزارت از سکته دل وفات کرد. در همین حال از مرگ برخی از زندانیان نیز در تاجیکستان خبر می رسد. افراد نزدیک به ابوالفیض رجبوف، زندانی 47 ساله، گفتند که او روز 9 می در محبس رقم 1 شهر دوشنبه فوت دیده است. به اطلاع آنها مقامات سبب مرگش را التهاب شوش یا پنیمونیا گفتند، ولی نزدیکان باور دارند که او از بیماری کووید 19 جان باخته است. شام 10 می آنها ویدیویی را پخش کردند که از آثار شکنجه در گردن و روی میت دلالت میکند. مقامات زندانهای تاجیکستان تا به حال در این باره رسما اطلاع ندادند، ولی هفته گذشته یک مسئول مرکزی طبی زندان رقم 1 اعتراف کرده بود که بیش از 30 نفر با التهاب شوش بستری اند. عبدالفیض رجبوف سال 2015 با گناهی همدستی با عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان، به 28 سال زندان محکوم شده بود. دیپلمات‌های تاجیکستان و قرقیزستان نیروهای مرزبانی یکدیگر را به برانگیختن مناقشه مسلحانه روز 8 می متهم کردند. در این مناقشه به گفته مقامات رسمی 2 شهروند تاجیکستان، 3 سرباز و 1 ساکن عادی قرقیزستان جراحت برداشتند. وزارت‌های امور خارجه هر دو کشور روز 9 می یکی پس دیگر با نشر بیانیه رسمی گفتند که سفیران همدیگر را به وزارت خانه خوانده و نوت اعتراضی سپردند. در بیانیه وزارت تاجیکستان که شام 9 می نشر شد آمده است که در این روز ژنیش روستنبکوف را رسما به وزارت دعوت کرده در رابطه با مناقشه در سرحد به او یادداشتی اعتراضی سپردند. در بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته می شود که یک شهروند قرقیزستان به آغاز تیراندازی و برانگیختن مناقشه متهم است و گفته می شود که عملکردهای بعدی مرزبانان قرقیز سبب تیراندازی سرحدبانان تاجیک شده است.
وزارت امور خارجه قرقیزستان نظرمت علیزاده سفیر تاجیکستان در بشکک را به وزارت خوانده یادداشت اعتراضی سپرده است و آنها مرزبانان تاجیک را به تیراندازی هدفمندانه به طرف نظامیان و شهروندان قرقیزستان متهم می‌کنند. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته است که ضمن ملاقات با سفیر ژنیش رستمبکوف گفتند که سببگوی شدت گرفتن وضع در ناحیه‌های مرزی محض طرف قرقیزستان است. در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است که از کشور همسایه طلب کرده شد که عملکردهای اغواگرانه با استفاده از اسلحه را بس کنند، حادثه را مشکافانه تفتیش کرده گناهکاران را به جوابگری بکشند. مقامات تاجیکستان گفتند که جنجال برای پارچه زمین رخ داد که به تاجیکستان تعلق دارد، ولی نیروهای مرزبانی قرقیزستان گفتند که پارچه زمین بحث برانگیز است، ولی در عمل ساکنان ولایت بادکن آن را استفاده می بردند. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نوار نادر دارید که می خواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر و یا واتساپ با ما بفرستید. رقم تلفن ما +420 724 05 39 59 است. یادآور می‌شویم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام ها است. اگر شما خبر فرستادید، ما جزئیات آن را از شما پرسان می‌شویم. تقسیم کمک‌های بشری در بازار سینه شهر سنت پترزبورگ به مهاجران کاری تاجیک باعث با وجود آمدن ازدحام بزرگ و طله‌دهی شده است. روز 10 می در این شهر بیش از 500 مهاجر کاری تاجیک در شرایط خطرناک کمک دریافت کردند. این کمک را به مهاجران تاجیک افراد خیرخواه رسانیدند. پس از اعلان کرانتین، هزاران مهاجر در روسیه بیکار مانده دستنگر شدند، اما پزشکان جمع آمدن چنین ازدحام و رعایت نشدن مسافه اجتماعی را خطرناک می‌دانند، زیرا در چنین حالت یک آدم بیمار می‌تواند ده‌ها نفر دیگر را سرایت نماید. اسلام کریموف خردی پسر گلنوره کریمووا در شبکه‌های اجتماعی با نشر مراجعت به عنوان پرزیدنت کنونی ازبکستان شوکت میرزیویف نامگوی اموال را ذکر کرده است که از مادر وی مصادره شدند. میانی دارایی‌های مصادره شده دختر اسلام کریموف، پرزیدنت پیشین ازبکستان، پوچت ازبکستان، شرکت موبیلی پرفکت موبایل، 98 خانه در بهترین منطقه های شهر تاشکند و دیگر اموال ذکر شدند. در این رویخط همچنین مرکز طبی MDS و 2 کلینیک شخصی، نقطه های تجارتی دیوتی فری در فرودگاه تاشکند، شبکه های مغازه های لیویس، مانگو، بنتون و دیگر تمغه های جهانی، 5 طرفخانه، 4 سینما، 2 تالار ورزش و سپا کلوب، بیشتر از 20 ساختمان ناتمام و بیش از 20 فروشگاه در مرکز شهر، شرکت های خانه فروشی، فرمه های چاروپروری، زمین های کشاورزی ذکر شده است. در مراجعت اسلام کریموف خردی آمده است که دارایی و اموال مصادره شده مادر وی نه به دولت بلکه به اختیار داماد پرزیدنت داده شده است. ما اطلاع نیافتیم که استراحتگاه، کوکاکولا و دیگر دارایی‌های مصادره شده ما را به فروش گذاشته شده باشند، طوری که قانون طلب می‌کند، افزوده است اسلام کریموف خردی. گلنوره کریموف 48 ساله از سوی دادگاه ازبکستان در صادر کردن یک قطار جنایت‌ها از جمله تشکیل جمعیت جنایی، طمع‌جویی، دزدی توسط اسراف و از خودسازی، قانونی گردانی مبلغ‌ها از راه جنایی دریافت شده و غیره عیبدار دانسته شده است. در اساس پرونده اموال و دارایی‌های کریموف مصادره گردید.
با اطلاع دادستانی کل ازبکستان زیان عمومی رسانیده کریمووا به دولت و شهروندان 1,651 میلیون دلار است. عین حال گلنوره کریمووا در زندان زنانه ناحیه زنگیاته ولایت تاشکند ادای جزا می کند. بینندگان ارجمند، در پایان نشر برنامه و درخواست شما همچنان نظر داشتیم به قرب اسعار خارجی بنابر قربی که امروز از جانب بانک ملی معین شده است. $1 10 سامانی و 26 درم، €1 11 سامانی و 12 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 138 سامانی معین شده است. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. برنامه های نو جالب ما دوام روز تقدیم شما می شود. ما را همراهی کنید.